در مورد بهداشت که بهتون گفتم، نحوه نگهداری لطفاً ضربه نخوره، کشیده نشه، لباسه که روشو میپوشونه استفاده نکنین، کشیده نشه با لباساتون، با حوله حمامتون، با لیف حمامتون استخر نرین، هی تون حمام نرین. و اینکه لطفاً کرم اینقدر نزنین، با این کرمای کیلویی رو کم کنین از خودتون، از گوشتون، از لبتون، از بینیتون. فقط همون پروسه درمان، هر کسی که براتون کار انجام داده مهارت رو داره، از اون نظر بخواین، هی به من، به اون، به این پیام ندین الان چیکار کنم چیکار نکنم. بذارین یک نفر که براتون کار انجام داده پروسه رو خودش جلو ببره. صبور باشین تو کارهای زیبایی، و چون واقعا ناف درمانهاش و دوره نقاهتاش خیلی طولانیه، و اینکه خیلی این ناف رو فشار ندین، دستکاری نکنین، با دست آلوده بهش نزنین. تیرگی ناف هم یه چیز طبیعیه به نام سلولیت.